سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من شهریار صادقی هستم و اینجا کانال دنیای فوتبال هستش و قراره تو این ویدیو نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که در جام ملت‌های اروپا، تورنمنت چهارگانه اردن، به ویژه بازی ایران و قطر، مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی و بازی‌های دوستانه برخی از تیم‌ها داشته باشیم. خب بریم سراغ جام ملت‌های اروپا. در هفته هفتم و هشتم مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا در گروه A مسابقات اسپانیا، اسکاتلند و نروژ رو برد. در گروه B مسابقات هلند به فرانسه باخت و یونان رو برد. فرانسه هم علاوه بر برد مقابل هلند، اسکاتلند رو در دیدار دوستانه شکست داد. در گروه C مسابقات هم انگلیس مقابل ایتالیا برد و در دیدار دوستانه استرالیا رو شکست داد و ایتالیا هم به غیر از باخت جلو انگلیس مالت رو برد. در گروه D مسابقات هم ترکیه کرواسی و لتونی رو برد. کرواسی هم علاوه بر باخت به ترکیه به ولز هم باخت. و در گروه E مسابقات هم لهستان جزایر فارو رو برد و با مولداوی مساوی کرد. و در گروه F مسابقات بلژیک مقابل اتریش برد و با سوئد به علت حمله تروریستی در بروکسل بازی نیمه تمام باقی ماند. و در گروه G مسابقات هم صربستان مقابل مجارستان باخت و مونتنگرو رو شکست داد. و در گروه H مسابقات هم دانمارک سن مارینو و قزاقستان رو شکست داد. و در گروه آی مسابقات هم سوئیس مقابل بلاروس مساوی کرد. و در گروه J مسابقات هم پرتغال مقابل اسلواکی و بوسنی به برد رسید. جدول تمام گروه‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا رو در این قسمت می‌بینید. و در پایان این بخش هم باید اشاره کنم که تیم‌های بلژیک، فرانسه، پرتغال، اسپانیا، اسکاتلند، ترکیه، اتریش و انگلیس صعود خودشون رو به مرحله گروهی جام ملت‌های اروپا 2024 آلمان قطعی کردن. بریم سراغ مسابقات چهارجانبه اردن. در این مسابقات که تیم‌های اردن، ایران، عراق و قطر حضور داشتند، ایران در نیمه نهایی اردن رو شکست داد و قطر هم در ضربات پنالتی عراق رو برد. و در فینال این مسابقات هم ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی مقابل قطری قرار می‌گرفت که هدایت این تیم دست کارلوس کیروش سرمربی سابق ایران بود که سابقه 8 سال حضور به عنوان مربی در تیم ملی ایران و جام جهانی قطر رو داشت و مربی رکوردداری بود در این زمینه. این بازی در نهایت با نتیجه 4-0 به نفع ایران تموم شد و ایران قهرمان این مسابقات شد. و در بخش بعدی ویدیو میریم سراغ هفته سوم و چهارم مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در منطقه آمریکای جنوبی که در مهمترین این بازی آرژانتین موفق به شکست پاراگوئه و پرو شد و برزیل هم مقابل ونزوئلا مساوی کرد و بازیشو مقابل اوروگوئه باخت. و در این قسمت هم جدول این مسابقات رو مشاهده می‌کنید. و در مهمترین بازی‌های دوستانه این هفته از مسابقات فوتبال، آلمان مقابل آمریکا برد و با مکزیک مساوی کرد. ژاپن هم موفق به پیروزی مقابل کانادا و تونس شد. کره جنوبی هم موفق به شکست تونس و ویتنام شد. عربستان هم مقابل نیجریه مساوی کرد و مالی بازیشو باخت. استرالیا هم مقابل انگلیس باخت و نیوزیلند رو شکست داد. خب دوستان، به بخش پایانی ویدیو رسیدیم. امیدوارم از اخباری که پوشش دادم براتون راضی بوده باشید. و قبل خداحافظی لطفاً بهم بگید چه تیمی در جام ملت‌های آسیا 2023 قطر قهرمان میشه. تو کامنت ها نظرتون رو بهم بگید. و مثل همیشه اگه با ویدیو و کانالمون حال کردید، ویدیو رو لایک و کانال هم سابسکرایب کنید و بی زحمت اون زنگوله‌ش هم بزنید. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و خوشحال باشید تا یه ویدیو دیگه از اخبار فوتبالیمون. بدرود بچه‌ها.